حاجی سنگ محمد ظاهرزاده دیپلمات سابق دار تاجیک روز 11 دکبر بعد بیماری طولانی از عالم چشم پوشید. مراسم نماز جنازه مرحوم روز 12 دکبر پیش از نماز پیشین در مسجد امام اعظم در محله 65 شهر دوشنبه دایر شده است. میرزا شریف جلالوف سفیر تاجیکستان در ژاپن نوشته است سنگ محمد ظهورزاده به خصوص در برگردانیدن گریزه های تاجیک از افغانستان نقش بارزی از خود به جا گذاشت. روی اکای سنگ محمد شاد و یادش گرامی بود. انسان صافدلی بودند، با همه با تبسم و بی پرده صحبت میکردند. خدمت‌هایشان در جوده دیپلماتیا از جمله در برگردانیدن شهروندان گریزه ما از افغانستان شایسته یادآوری است. یادشان همیشه در دلها خواهد ماند. آنهایی که حاجی سنگ محمد ظاهرزاده را میشناسند میگویند او به برگردانیدن گریزه های تاجیک نه خاطر امر بالا بلکه صدقا مشغول شد و در این راه ذره از خود دریغ نمیداشت. هر کاری که از دستش میآمد میکرد. این است که تقریبا یگان گریزه نماند که از افغانستان پس نآورده باشند. این هم گفتنی است که برگردانیدن گریزه ها در برابر قطع زد و خوردهای مسلحانه از انگشتشمار بندهای سازشنامه صلح سال 1997 بود که پورا اجرا شدند. باقی بندهای آن قرارداد صلح نیمکاره در روی کاغذ ماند. دیپلمات تاجیک مظفر منورزاده با نشر یک عکس پر از خنده حاجی سنگ محمد ظهورزاده در فیسبوک نوشته است که مرحوم در زندگی آن گونه که در صورت میبینید همیشه یک خنده زیبا و صمیمی داشت. خیلی خیرخواه بود. با خرد و بزرگ معامله یکسان میکرد. راه دراز پرشرفی را طی کرد و در کدام مقام فعالیت داشت با مسئولیت و حلال کار بود. پدر بهترین بود. فرزندان خوبی را به وی رساند. آنها را جابجا نمود. خانه و باغ زیبایی نیز بنیاد کرد. یعنی در نزد خداوند همه قرضهای انسانی خود را انجام داد. حاجی سنگ محمد ظهورزاده در شهر کولا به دنیا آمده شعبه فارسی رشته مشهور شرقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده بود و سالهای طولانی به حیث ترجمان، روزنامه‌نگار، آموزگار فعالیت کرده در سالهای 90 به وزارت خارجه به کار دیپلماتی آمد. او به حیث مشاور و کنسول در افغانستان و ایران کار کرد.